شاید چند دهه طول بکشه که تمام مشکلات پیش اومده تو این 50 سال گذشته رو به روال بیفته. اگر در 35 سال گذشته نتوانسته ایم، دیگر نمیتوانیم. دقت کنید، ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم. از انقلاب اسلامی تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروخته ایم. چاه‌هامون رو در این 30 سال چاه‌های نفتمون رو تخلیه کردیم. آبمون و ذخایر آبمون همه دشت‌های کشور بحرانی شده. ما در این 35 سال همه منابعمون رو مصرف کردیم. تازه میگویید ما اول راهی، به دلیل اینکه الگو نداشتیم. سال اشتباه کردیم. سخنم همینه، الگو نداشته اید، چون اصولا توسعه رو به مفهوم مدرن درک ما نمی‌کرده ایم. بنابراین به توسعه به غرب به عنوان یک لجنگاه و لجنزار نگاه کردیم و فرصت هامون از دست دادیم.